خداوند این آیه را فرستاد، نماز جمعه فرض شد. در اکثر سوالهایی که می آید جواب را یک باره میگیم، دیگر سرگردان نشوند در مکتوب نویسی ما فلان کار داریم، ما فلان منصب داریم، ما فلان بهمدان داریم با نماز جمعه اشتراک. نه، یگان عذر نیست. نماز جمعه را خدا با آیت قرآن این فرض شدگی است، این دلیل قطعی است. این نماز جمعه فرضیتش متفق علیه است. همه مذاهب دنیا، شافعی و حنبلی و مالکی و حنفی و همه اینها میگن که فرض است، به آیت قطعی ثابت شدگی است. حکم خدا را در قرآن حتی پیغمبر رد کرده نمیتوند. پس کی است که برای تو حجت دلیل میارد که تو نماز جمعه را نخونی به خاطر مثلا کسب کار دنیا شده یا به خاطر ترس شده؟ نه، هیچ راه ندارد، عذری ندارد. نماز جمعه فرض است. خدا در قرآن ترا گفته ایستاده است که فسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع، سعی که به سوی ذکر خدا، ترکن بیع، ترکن کار دنیا را به خاطر نماز جمعه. ذالکم خیر لکم، این بهتر است برای شما اگر شما این کنتم تعلمون. شما اگر سیاه از سفید فرق میکردگی باشین، شما خیر از شر، نیکی را از بدی فرق میکردگی باشین، بدانین که بهتر برای شما این است که ترک این کارتون و به نماز جمعه حاضر بشین.